مقصد هم جای دیگر و موضوع دیگری بود. بچه‌ها رو مکتب بود رو داخل مدیرش پیدا کنیم. اینجا شهرستان مومندره در ولایت ننگرهار افغانستان یا ولایت همیشه بهار این کشور است. زنگ تفریح تمام شده بود و دانش آموزان سر کلاس نشسته بودند. مدرسه نام داشت اما ساختمان نداشت. دست کم 600 دانش آموز در زیر این درخت‌ها درس می‌خواندند. تاورخان یکی از معلمان از گرمای شدید و گاهی از نبود سایه گلایه داشت. بسیار سخت است. با سایه درخت‌ها هم جای مکتب رو عوض می‌کنید دیگه، جای نشستن دانش آموزا رو. سایه بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. نمیدونیم کجا بشینیم. نتوانم کجا بشینم. 12 سال معلم است. 12 سال همینجوری بود؟ همینجا بود. آقای مبارز مدیر مدرسه است و 12 سال همینجا تدریس کرده است. از آنچه که اشغالگران میگویند تریلیون ها دلار در 2 دهه گذشته در افغانستان هزینه کردند، اینجا چیزی جز چند کیف یونیسف دست دانش آموزان نمی‌بینیم. هر سړی د خپل جیب د پاره کار کړی دی. هر کسی اومد برای جیبش کار کرد. کسی به فکر علم و دانش نبود. خاص دغه نه کړ، توجه نه کړی. متوسط درجه دمای هوا در تابستان در اینجا 45 درجه سانتیگراد است. باران یا گرمی، باران هست، گرما هست. باران بیاد کلاس ها تعطیل میشه. ما یک ساختمان برای مدرسه می‌خوایم. برای اینکه آرزوی دکتر شدن اکرا خانم را خراب نکنم، از اوضاع دوستانش که میخواهند به بالاتر از کلاس 6 بروند نپرسیدم. حدود 800 روز است که به دستور حکومت افغانستان مدارس بر روی دختران بالاتر از کلاس 6 بسته است. به کابل پایتخت رسیدم. در تالار روی جرگه همزمان با 1 سالگی ممنوعیت دختران از تحصیل در دانشگاه‌ها، جشن فارغ التحصیلی 2500 دانشجوی دانشگاه کابل در حال برگزاری بود. متاسفانه ما در صنف ما تقریبا 70 تن از خواهران ما از تحصیل محروم شدن که امروز بسیار هم خوشحال هستیم که فارغ شدیم، هم خود را مایوس احساس میکنیم که در کنار خواهران ما نیستیم و باید اونام می بودن. چند وزیر کلیدی افغانستان سخنرانی کردند، اما کسی هیچ اشاره‌ای به آموزش دختران نکرد. موضوعی که همه منتظرن آیا حکومت افغانستان برای سال تحصیلی آینده در تصمیم خود بازنگری میکند یا خیر. سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌های افغانستان از ابتدای فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.